سخن من نیست، سخن رسول الله است. سخن رسول الله به وحی از جانب خدا است. ایوم امرأة صلت خمسها و زکت مالها و صامت شهرها و اطاعت بعلها و احسنت فرجها تدخل جنت ربها من ای ابواب شاءت. پیامبر مهربان که هر زنی که 5 وقت نماز میخواند، این روز بینمازی در زنها و خواهرها بسیار زیاد است. خواهرای عزیز، سمکش در برگیت کوچه و کوچه نگرده. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله که ای امرأة استعطرت ثم خرجت من بیتها لیجدوا ریحها فهی زانیة وکل عین زانیه. هر زنی که عطر میزنه، دوخی میزنه، لباسای لقاسی میپوشه، لباسای برهنه و نیم برهنه و تنگ میپوشه، آستینای کلته میپوشه، سر شامپو کرده، سمکش درگیر کیت میکنه، کوچه و کوچه و بازار میگرده. پیغمبر خدا گفت که این انسان زیناکار از این زنها و هر چشمی که به آنها میفته اینها هم زیناکارن. شما زن مسلمان تقلید به اروپا نکنید، تقلید به فاطمه کنید، تقلید به مادران حضرت عایشه و خدیجه و میمونه و حضرت حفصه و دیگران.